مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز یه موضوع خیلی مهم و جنجالی و پربحثی رو میخوام راجبش صحبت بکنم که قطعا این ویدیو جنجال‌های زیادی رو به پا خواهد کرد و البته حرف دل خیلی از شما هم هستش و میخوام یه سری آدم‌هایی رو برای شما افشا بکنم و افکارشون رو برای شما پشت پرده‌اش رو بگم که دقیقاً مثل آدم‌های دیکتاتورن یا به اصطلاح خودمون آخوند کرواتی هن. یعنی یه لباس شیکی رو میپوشن و یه رفتاری رو از خودشون نشون میدن با یک ادبیات با کلاس، اما در پشت پرده رفتار و اون ادبیاتشون یعنی باید بگیم 100 رحمت به دیکتاتورها، یعنی باید بگیم 100 رحمت به آخوندها، یعنی بهتر بگم 100 رحمت به اون حکومت اسلامی. چرا؟ الان دلیلش رو به شما میگم. میدونید که بیش از 100 روز هستش که از خیزش مردم، از انقلاب مردم داره میگذره. مردمی که رفتن کف خیابونها و اعتراض کردن، خیلی هاشون بازداشت شدن، خیلی هاشون اصلا تکلیفشون الان مشخص نیست، خیلی هاشون اعدام شدن، خیلی هاشون حکم اعدام گرفتن، خیلی هاشون همون کف خیابونها کشته شدن و خیلی های دیگه شون هم همچنان دارن به فعالیت اعتراضی و انقلابی خودشون ادامه میدن. همه این افراد برای یک شعار دارن میرن تو خیابونها و همه چیز رو تحمل میکنن. شعار معروف زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، البته میگن آبادی، من میگم مرد، میهن، آگاهی، که همه اینها هول و هوش یک کلمه آزادی میگرده. آزادی بزرگم می نویسم روی این کاغذ، آزادی، که حالا ما با این کلمه آزادی تو این ویدیو کار داریم. پس همه دارن تلاش میکنن که آزاد بشن از اون سیستمی که برای پوشششون تصمیم میگیره، برای بچه دار شدنشون تصمیم میگیره، میگه شما باید از وسایل جلوگیری استفاده بکنید یا نکنید. به رفتار و اعمال و عبادتشون کار داره. میگن اگه رفتی توی اداره استخدام شدی باید نماز بخونی، نماز نخونی اخراج میشی. قبلش هم ازت یه سری سوالات مذهبی میپرسن. پس به رفتار و عقاید مذهبیت هم کار دارن، به پوششت هم کار دارن، به کلامت هم کار دارن، به همه چیت کار دارن و مردم معترض برای اون آزادی میجنگن. به درآمدت هم کار دارن، به همه چی کار دارن. اما ما شاهد این هستیم که پس از این 100 روز یه سری افراد هستن خارج از کشور که رفتاری رو دارن نشون میدن دقیقاً ضد این کلمه آزادی و دارن موازی و دوش به دوش و دست در گردن آخوندها حرکت میکنن و میرن جلو. ولی وقتی باشون صحبت میکنید جوری که ادعا میکنن نیستن، جوری که میگن ما مخالف آخونداییم نیستن. دقیقاً دارن تو زمین آخوندها و جمهوری اسلامی بازی میکنن. آخوندها و جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی که داخل ایران هست، اگه دقت کرده باشید مخالف خیلی چیزاست. مخالف آزادی مردمه، مخالف خوشحالی مردمه. هرچی مراسم باحال باشه، هرچی جشن باشه، هر چیزی باشه با بیشترین سانسورها انجام میدن. حتی تو مشهدش کنسرت برگزار نمیکنن. تو اهواز کنسرت دیگه جدیدن مجوز بهش نمیدن. اگه کنسرت هم برگزار کنن میریزن دم در کنسرت، تعطیلش میکنن. نمونه آخرش 120 روز پیش تو اهواز بود، جلوی سینمای هلال. تو اهواز که کنسرت داشت برگزار میشه. پس با کنسرته، پس با شادیه مخالفن. با آگاه شدن مردم هم مخالفن. یعنی میگن مردم باید همه چی فیلتر باشه.
اینترنت باید داخلی باشه، دسترسی به دنیای آزاد نباید داشته باشن، به توییتر و فیسبوک و همین یوتیوبی که دارید ویدیوها رو میبینید با بدبختی و فیلتر شکن و چیزهای مختلف رو نباید داشته باشن، اینترنت پرسرعت نباید داشته باشن، فیسبوک و تلگرام و واتساپ هم نباید داشته باشن. میگن که مردم نباید آگاه باشن، چون اگه مردم آگاه باشن میفهمن ما چه آدمای کثیف دیکتاتوری هستیم، پس بذارید همون جوری سرخورده بمونن. پس با آگاهی مردمم مشکل دارن، با اینکه مردم پیشرفت بکنن، با اینکه مردم به یک جایگاهی برسن مشکل دارن، با آدمهای معروف و محبوب هم مشکل دارن، مثلا علی دایی، علی کریمی، وریا غفوری، عادل فردوسی بود. هر کی هم که معروف باشه و محبوب باشه با اونم کار دارن. اما شما کافیه که یه بار این کنترل تلویزیون رو بگیری دستت، بزنی شبکه 1 آخونده، بزنی شبکه 2 آخونده، بزنی شبکه 3 آخونده، شبکه جا داره فلان مکان مذهبی رو نشون میده، شبکه 5 داره فلان برنامه مذهبی رو نشون میده. یعنی خوراکشون اینه مردم در غم و اندوه و عزا و ماتم باشن. با اعتقادی که حالا یه سری افراد دارن ما احترام میذاریم بهشون ها. ما قرار نیست اینجا توهین بکنیم به عقاید مذهبی افراد، نه، حرفم یه چیز دیگه است. از اون طرف نکته جالب ترش اینه یه سری افراد خارج از کشور اومده بودن و چند روز پیش دیسکو گذاشته بودن، دیسکو ایرانی، یا اصطلاحاً یه عده‌شون اومده بودن برنامه شب یلدا گذاشته بودن. یعنی یه برنامه‌ای که حالا توش ممکنه جشن باشه و مراسم‌های شاد باشه. اگه بدونید چی کار کردن؟ در همین فرانکفورت یه عده آدم رفتن جلو در دیسکو و به اون آدمایی که رفتن توی دیسکو فحش خواهر و مادر دادن، بهشون گفتن نمیدونم بی‌ناموس فلان فلان شده، بی خانواده و اینا، شروع کردن فحش کاری کردن. که شما چرا دارید موقعی که مردم در غم و اندوه عزاداری مراسم 40 مثلا کیان هستن شادی میکنید؟ ای لعنت، اینجوری میکردن، ای لعنت به اون سیستم اسلامی و فلان. یه تیکه از این ویدیو رو من الان برای شما میذارم که ببینید، توضیح میدم اصلا چرا راجع به این موضوع میخوام صحبت بکنم. رفتن در دیسکو، روبروی دیسکو ایرانی تروریست شیک پوشا پلیس هم اونجا دارن سوال میدن. ما اینو میخوایم اما اصلا پوشه خواهر نمیاد. حتی تو گوشتون فقط وایسید بری بگید بیشتر. یعنی اینا الان ایرانی خب شروع کردن. حالا من تصویرم ور میدارم، خیلی نمیخوام تصویر اینها باشه. رفتن دم در دیسکو. شما چرا در مراسم 40 کیان، بچه 10-11 ساله نخبه هم بود، خدا رحمتش هم کنه، همستانی منم بود، چرا در مراسم 40 اون اومدید و دیسکو برگزار کردید؟ ای آخونده فلان فلان شده، ای اسلام فلان فلان شده، ای نمیدونم طرفداران آخوندها. همه اون آدمایی که رفتن تو اون دیسکو رو حکومتی خطاب کردن، فحش دادن به اسلام و فلان و اینا، که چرا دارن اونجا برنامه مثلا شاد داشتن. آقا تمام اون آدمایی که کف خیابون‌های ایران جون دارن میدن، دارن کشته میشن، دارن اصطلاحاً زندانی میشن، در پی یک آرمانن، آزادی. درسته یا نه؟ آزادی هست یا نه؟ خب اونا به دنبال این آزادی هستن، که این ور هست. همون چیزی که الان شما تو این کشورها دارید، تو همین
فرانکفورت دارید، شما آزادی رو دارید که اونا دارن براش تلاش میکنن. بعد این جالبه، میان فوش میدن به اسلام، بعد میگن که مراسم 40 طرف بوده. چرا تو مراسم 40 طرف اومدی این کار رو انجام دادی؟ شما اون 90% کسایی که توی مراسم‌های اعتراضی شرکت میکنن خب و حالا فوش میدن به اون سیستم، خودمونیم دیگه. 90%، چون 10% هم احتمالش رو میدیم. اونا اصلا اسلام رو قبول ندارن، فوش میدن به اسلام و اون حکومت اسلامی و نمیدونم عقاید اسلامی که وجود داره. شمایی که خودت اسلام رو قبول نداری، مراسم‌های مذهبی اسلام رو رفرنس قرار میدی، 40 مال مسلمان هست دیگه. بعد میاد میگید روح طرف شاد، بعد تو مراسمش مثلا میاید عزاداری و غم و ماتم رو انجام میدید. الگوتون رو میکنید کشورهای اروپایی، میگید ما میخوایم به آزادی اروپایی‌ها برسیم، ما میخوایم به آزادی امریکایی‌ها برسیم، میخوایم به آزادی بورکینافاسوی‌ها که نمیخواد برسید. میخواد مثل اینا باشید یا از اینا بالاتر. همیشه هم خودتون میگید آقا ما میخوایم بهتر از اینا باشیم، ما لیاقتمون بهتر از اروپایی‌ها و امریکایی‌ها و چیزای دیگه است. آقا یه الگو برداری بکنید ببینید مراسم مذهبی اونا چطوریه. تو مراسم مذهبیشون خودشون جر و جر میکنن. بابا تو ایران یه مراسم مذهبی میذارن یارو سکته میکنه اصلا این برنامه رو میبینه، چنگ میزنن خودشون رو میزنن تو سر خودشون فلان بیسام. بابا اینا رو الگو بکنید. شما نمیشه بیای بری فوش بدی به اسلام و قرآن و امام و انقلاب، بگی آقا من اونو قبول ندارم، بعد بیای مراسم 40 کیان رو رفرنس قرار بدی. یه بام و دو هوا که نمیشه. حالا فیدبک این رفتارهای شما چی میشه؟ در حال من یه تیکه از این ویدیوها رو گذاشتم تو پیجم دیگه، همین ویدیویی که بهتون نشون دادم یه تیکش رو گذاشتم و از مردم هم نظرخواهی کردم که آقا میتونم همین الانم بهتون نشون بدم این نظرسنجیشو. ببخشید من این هنوزم که هنوزه هست توی استوریام، خیلی چیز پیچیده هم نیست. آقا نظر خود مردمه، من توی جیبم در نیاوردم، نظرسنجی کردم. امیدوارم نظرسنجی رو بشه نشون داد. حالا من یه گزینه رو مثلا توی کامپیوتر نمیشه نشون داد، بذارید من یه اسکرین شات ازش بگیرم برای شما نشون بدم که آقا من سوالی که از مردم کردم این بوده، آقا شما موافقش بفرمایید. حالا تا این لحظه چون تقریبا 400-500 هزار نفر استوریای منو میبینن، ولی خب الان بهتون نشون میدم نظر مردم رو که آقا این نظر مردمه دیگه، شما یا خودتو یا مردم رو قبول داری یا نداری دیگه، اصلا از دو حالت خارج نیست. بفرمایید. این نظرسنجی بوده که من گذاشته بودم توی استوریم و گفتم آقا مردم حق شادی کردن دارن یا ندارن. 159 هزار نفر، تقریبا 16 هزار خورده ای گفتن مردم حق شادی کردن دارن. 1470 نفر گفتن مردم حق شادی کردن ندارن، که البته اونا آدمایی بودن که میگفتن آقا ما دستمون خیلیشون میگفت اشتباهی خورده. حالا من این پیجم تا 400-500 هزار تا میرسه، ولی خب بتونم سعی میکنم که موقعی که تموم شد نظرسنجی بذاریم ببینیم که آقا داستان از چه قرار هستش. حالا من همینجوری اینو اسکرین شات گرفته بودم و گذاشتم. میخوام اینو به شما بگم، یا یکی دیگه از دوستان رفته بوده توی هامبورگ رستوران داره، خود صاحب رستوران اصلا کسی بوده که خودش تو مراسم‌های اعتراضی بوده، تو جای مختلف بوده، به ریخته بودن تو رستورانش. حالا فیدبک رو هم به شما میگم. فوش خارمادر، آقا تو گو میخوری اصلا توی فلان روز برنامه شاد میذاری، برای چی داری این کارو میکنی؟ نمیدونم مردم نمیدونم کف خیابونها دارن کشته میشن از این صحبت. اونا هم بذاریم کنار. میخوام به فیدبک برسم. اول اینکه شما به اون آدما میگید که نمیدونم حکومتی هستید، مال جمهوری اسلامی هستید و فلان بیسانه، اما ولی تو اون دیسکوها داره مشروب و نمیدونم عرق سگی و انواع اقسام الکل سرو میشه.
بالا مردم ایران هم دوست دارن به همین آزادیه برسن، اصلا دارن کف خیابان‌ها جون میدن که به یه آزادی منطقی برسن، نه صرفا که آزادی این باشه برن مشروب بخورن اینو، نه، اینم یه تیکه از همون آزادی است. اگه آزادی ما 100 تیکه در نظر بگیریم و هر کدومش مثلا یه تیکه از اون 100 تیکه‌ایه که مردم به دنبالشن، اگه غیر از اینه بفرمایید بگید. فیدبک چیه؟ طرف تو ایرانه، میاد این رفتار آدما رو میبینه میگه یا ابوالفضل اینا دیگه کیان؟ ریختن در دیسکو دارن فوش خارمادر میدن به کسایی که توی اون دیسکو هن. دقیقا همون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه دیگه. جمهوری اسلامی هم مخالف شادی کردن مردمه، گشت ارشاد سیار تو بقیه کشورها راه انداخته. آخونده هم تخمشو میشکنه میگه دمشون گرم. دقیقا همون کاری که ما میخواستیم بکنیم، تو مشهد کنسرت لغو کردیم، تو اهواز کنسرت لغو کردیم، اینا الان یه کاری کردیم خودشون دیفالت دیسکو کنسل میکنن، اتوماتیک خودشون برنامه‌های شادو کنسل میکنن. چه افکاری با شادی کردن مردم مخالفن؟ اونایی که دست انداختن گردن آخونده و جمهوری اسلامی، خواسته و ناخواسته. اگر غیر از اینه بفهمید بگید آقا ما ناآگاه رو آگاه کنید. طرف توی ایران وقتی رفتار شما رو ببینه میگه اینا بابا چه کاری دارن میکنن. شما داری میگی آزادی، شما داری میگی دموکراسی، بعد با رفتار آدم ها کار داری، با شادی کردن آدم ها کار داری. بعد یه عده دیگه هم میگن که آره شما با این رفتارتون دارید عادی سازی میکنید تو جامعه. چه عادی سازی؟ اینکه طرف بره اینجا دیسکو، اینکه یه آدمی شاد باشه عادی سازی توی جامعه است؟ خب اون آدم که میره تو اون دیسکو به حال ممکنه اونم ناراحت باشه از شرایط ایران، ممکنه تو اصلا مثمر ثمرتر باشه. تو چی کار میکنی؟ تو هم میای 10 تا استوری میذاری. فعالیتی که ایرانی خارج از کشور میکنه که یا بره مثلا یه جای اعتراض بکنه یا استوری بذاره دیگه، کار دیگه‌ای که نمیتونی بکنی که. از کجا میدونه اون آدمی که تو اون دیسکوه اونم استوری نمیذاره، اونم مخالف اون سیستم نیست؟ شما جای اون آدم هم داری تصمیم میگیری، میریزی در دیسکو. بعد جایی بوده که آقا مجوز از پلیس داشته. حالا اوکی ما میگیم آقا اونجا هزینه کرده، میتونسته طرف از جیبش، حالا اینایی که میخواستن کنسل بکنن میتونستن از جیبشون پول بدن و برنامه رو اصلا بگن آقا کنسل کنید، چقدر ضرر سالانه بیا ما بدیم کلا کنسل کن. ولی اینکه شما این رفتار رو میکنید آقا فیدبک بد داره، بخوای یا نخوای. این رفتار شما واکنش منفی داره. والا ما کلوس فرنده مردم رو تو ایران داریم میبینیم، رفقای خودمونو پارتی میگیرن تو ایران، بیا و ببین. تولد دارن میگیرن، بیا و ببین. واقعیت رو نمیتونید ازش فرار بکنید، نمیتونید جلوی شادی مردم رو بگیرید. اتفاقا خوبه شما برید تو مراسم های شاد فعالیت سیاسی بکنی. اتفاقا تو باید یه همچین الگویی هم بذاری، بگی آقا توی این مراسم‌های شاد هم طرفدار اعتراضش رو انجام میده. شما چرا تفکر آخوندی داری؟ مگه همیشه باید اعتراضه تو غم و اندوه و ناراحتی و عزاداری باشه که معنی اعتراض پیدا بکنه؟ تو مراسم‌های شاد نمیشه اعتراض کرد؟ پس اون روح شادی که میگی بس به نظر من شروره. یه عده میگن که آره بری از مردم بپرسی آقا شما بعد از مرگت دوست داری مردم سر خاکت گریه کنن یا آهنگ شاد بذارن؟ 99.99% میگن که ما دوست داریم بعد از مرگمون مردم شادی کنن. من خودم آقا وصیت دارم میکنم تو همین ویدیو، آقا من اگر مردم سر قبر من شادی بکنید، گریه نکنید، نزنید تو سر خودتون، اصلا تو سر قبر من دیسکو بذارید، بذارید مردم اشغال بکنن. آقا یه میگم آقا دمش کم یارو مرد شد، مردن یا رفت اشغال کردیم، دمش کم راهش رو ادامه میدیم. فقط تو شعار دادن قشنگی که ما فقط باید نمیدونم توی
همچین مراسمای فقط باید ناراحتی بکنیم. اگه بخوایم ناراحتی بکنیم میگم دیدید دیگه طرف میگیره. نمیخوام مثلا این مراسم ها رو ایراد بگیرم و مثلا ریش و لباس مشکی و این چیزا. دیدید دیگه بعد از یه مدتی که میگذره میرن لباس مشکی طرف رو در میارن لباس سفید میکنن تنش. به خاطر اینکه میگن طرف بذارید روحیه‌اش عوض بشه. شما اگر میخوای به اون جامعه روحیه بدی لباس سفید تن مردم بکن. شادی رو تو اون جامعه تزریق بکن. شادی رو بین مردم تزریق بکن. هنر بریزی در اونجا فوش خار مادر بدی. بازم تکرار میکنم اسلام گزینشی نمیشه که بگی آقا فلانم تو اسلام، طول و عرضم تو اسلام، اعتقادات مذهبی و فلان و اینا، بعد بیای بگی چهلم فلانی بوده. بابا چهلم که جز عقاید اسلامیه که نمیشه اسلام گزینشی که. یا فلان تو اسلام یا عقاید اسلامی انجام بده. شده مثل رفیق مذهبی ما بهش میگم مسلمونی میگه آره، میگم نماز میخونی میگه نه، میگم مشروب میخوری میگه آره، میگم دوست دختر داری مثلا باز بدون صیغه محرمیت کاری داری انجام میدی میگه آره، میگم گوشت خوک میخوری میگه نه گوشت خوک نمیخورم اون مشکل داره و اینها. میگم ای بابا شما داری اسلام گزینشی واسه خودت درست کردی، هر جایی که به نفعته استفاده میکنی ازش، مشروبو میزنی یا فلان و بیسان و بهمان، هر جایی که به ضررته میگه نه من مسلمونم. نمیدونم والا دیگه شده گزینشی دیگه، اسم خودشون هم گذاشتن اونا مسلمون. حالا به حال عقاید مذهبیشون ما هم احترام میذاریم. در صورت این ربطی به عادی سازی کردنه نداره، ربط به این داره که شما میتونی نوع اعتراض رو کلاسیک بکنی و نوع اعتراض رو عوضش بکنی که کرکوپر پشم آخونده بریزه. آخونده اگر مردم رو در حال شادی و رقص و پایگویی ببینه تن و بدنش میلرزه، شورتش میریزه. اون اگر تو رو در غم و ماتم و اندوه ببینه، نمیدونم کنسرت کنسل بشه، دیسکو کنسل بشه، مراسم‌های شاد مردم تعطیل بشه، حال میکنه آخونده. تو اگر این کارو بکنی تو زمین آخونده بازی کردی. میخوای بفهم میخوای نفهم میل با خودته. من نظرمو میگم، تریبونی هم که دارم تو از تریبونم استفاده میکنم که عقاید درست رو به گوش مردم برسونم. شما هر تصمیم که داری اینجا دموکراسی وجود داره، من آزادم نظر خودم رو بگم، شما هم آزادی نظر خودتو بگی. نه شما میتونی نظرتو بقبولونی به من، نه من میتونم نظرمو بقبولونم به تو. ولی دموکراسی میگه که آقا اون آزادیه که مردم دارن براش میجنگن و از مردم نگیر. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.